همدیاران عزیز، یک چیز عجایب رو به شما باز نشانتیم. از اون روزهایی که در خوجگی ها مول کم شده ایستاده است، در تل و تپه ها و ادرها جنگل ها انم که برقرار شده ایستادن. انا همینجا ببینید چه جنگل شده است. اگر همینجا محکم شود و با 5 سال 10 سال مول نبیاد، عموما جنگلی می شود که آدم نمیگذارد. انم جنگل ها همه جا زیاد می شوند. خدا با شکر که جنگل ها آباد شده ایستادن و ممکن طبیعت به رفت و روی خودش گردد و حالت اولش برگردد. این است جنگل زوری که باز برقرار شده ایستاده است. این زمین اکای من است، جنگل زور رو برقرار میکند. این گندم است. این سال گندم هم زور شده است. ببینید که گندم از دسته باران و نمی خوب رفته است، لیکن الکی دیگر ضرر نمیکند. خوب رفتن برای که به پختن در آمده است. این بعد از 15 روز الکی به درو آماده می شود. این گندم انا همدیاران عزیز در پناه خدا باشید.